پادشاه گفت از خدا بترس. پادشاه که آدمی ارکه بود، این خیل سخنی مثل احمد ابن سینان از کسی شنیدگی نبود، بسیار ناراحت شد. در حال همون خادماش خدمتگاراش فرمان داد. چی فرمان داد؟ گفت یک شیر را میارید، درنده یک شیر، 5 روز به او چیزی ندهید تا آنچنان گرسنه شود که این شخصی که مرا از خدا میترساند و یا پاره پاره سازد، اثر از این مرد باقی نماند. همچنان خادما کردم. در داخل میگد همون یک قفس انداختند. وقتی احمد ابن سینان میگوید پیش شیر میبردند، دوست خدا که از خداوند که میترسید، کسی از خدا که میترسد درنده هم از وی میترسد، چرنده هم از وی میترسد، آدم هم از وی میترسد. در قفس کشادند. احمد ابن سینان در داخل قفس پرتافتند، در را پوشیدند، همگی پوش گردانیدند. گفتن فردا به سراغش می آییم، هر چیزی که دیدیم نزد پادشاه برده خبر می دهیم. وقتی فردا می آیند، دروازه قفس وقتی کشاده می شود و نظر می کنند احمد ابن سینان در سجده است، سجده دارد، سبحان ربی الاعلا میگوید. و این درنده ای که 5 روز گرسنه بود، انسان نه حتی خس و خاشاک میافت تناول میکرد، میگوید احمد ابن سینان برابر میبیند میلرزد و برابر احمد ابن سینان سجده میکند. خادمای پادشاه دیدن این حالت حیرت دماندن، رفتن در پادشاه خبر دادن. پادشاه خیلی میگوید افسوس خورد و این احمد ابن سینان فریاد زد. گفت ای دوست خدا، گفت بخشش زیاد. گفت من نفهمیدم که این چیزی که برای من گفتی برای فایده جان من بود است، ما تو را به قدری کردیم. لیکن گو یک سوال دارم ای احمد. گو چی سوال داری؟ گو وقتی ما تو را به پیش قفس می بردیم، آیا خدا را چه تصور می کردیم؟ گو قسم به خدا من آیت را تلاوت کردم، واصبر لحکم ربک فانک باعیوننا. خداوند برای بندگانی که در مشکلات می افتد این سخن را گفتگی است که صبر کنید در حالتهای مشکلات، زیرا که شما در نظارت من هستید. من خودم را در نظارت پروردگارم حساب میکردم، لیکن فقط یک خواهش داشتم که کاش که همین شیر به من نزدیک نشود تا که بدن مرا لیسد یا آب دهانش رسد و لباس مرا بینماز کند، من از عبادت پروردگارم دور مانم. ترسیدن از پروردگار بسیار فایده های کلان دارد. نصرت صحابه های پیغمبرم همین خاطر بود که از خدا صدقا می ترسیدند. محمد اقبال لاهوری را خدا رحمت کند، در سخنرانی در ایجادیاتش می گفت شب پیش خدا بگریستم زار، مسلمانان چرا خارند و زارند. چرا اینقدر مسلمان ها خار شدند؟ چرا اینقدر ذلیل ماندند؟ چرا اینقدر زیر پای این ظالما ماندند؟ ندا آمد نمیدانی که این قوم، لاهوری میگوید ندای شنیدم، ندا آمد نمیدانی که این قوم دل دارند و محبوبی ندارند. میدانی گو خاری این مسلمان ها در چیست؟ اینا دل دارند لیکن محبت و عشق خدا را ندارند. دل و هست، دل وجود دارد
فقط دل خالی است. در دل فقط محبت دنیا هست، عشق دنیا هست. از مرگ می ترسن. صحابای پیغمبر از مرگ نمی ترسیدن، مرگ از اونا می ترسید. گفتی خود امین محمد اقبال لاهوری: با آن بالی که بخشیدی پریدم، به سوی نغمه های خود رسیدم. مسلمانی که مرگ از وی بلرزد، جهان گردیده ام او را ندیدم. مسلمانی که مرگ از او ترسد، در دنیا ندیدم. فقط دیدم مسلمان از مرگ می ترسد. این هجرت پیغمبر خدا این گونه درس‌ها را برای ما و شما داد. و دیگر حکمتش این است دادرای عزیز، برادرای خیلی مهربان: یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات شیطان انه لکم عدو مبین. پروردگار میگوید وقتی شما ای بنده های خدا مسلمان میشوین، پره مسلمان شوین. در اسلام با پرگی درآیین. دست هاتون هم مسلمان باشد، پای هاتون هم مسلمان باشد، شکم هاتون هم مسلمان باشد، عقیدتون هم مسلمان باشد. همگی در اسلام درآیین. مسلمانی که نام مسلمانی دارد نماز نمیخواند، این گونه مسلمان نشوید میگوید. مسلمانی که نام مسلمانی دارد عرق می نوشد، عرق می فروشد، این گونه مسلمان نشوید. نام مسلمانی دارد دروغ میگوید، فریب میکند، خیانت میکند، دزدی میکند، غیبت میکند، این گونه مسلمان نشوید. همه اعضاهای شما مسلمان شود. خدا میگوید افسوس که امروز مسلمانی ما و شما ممکن 50 در 50 شده باشد، حتی 50 در 50 باور که زیاد است. شاید امروز اسلام ما و شما 10 به 90 شدگی باشد. از 10% اسلام اجرا میکنیم، 90% اجرا نمیکنیم. شما یک بار شهر براین، همین شهر همه چشم داریم. دخترای تاجیک نظر کنین در کدام احوال هستند. دخترای ما و شما هستند. خودمان در نمازیم، دختران در کدام حالت قرار دارند. دختر مسلمان امروز فتح می پوشد، باز تلفن میکند میگویند که اگر لباس فلان پوشی نکاش باقی نمیماند. تا اگر نکاش نشکند وای بس نمیکند. لیکن صحابه های پیغمبر با پررگی مسلمان بودند، جان فدا بودند. حبب الی من الدنیاکم ثلاث. حبیب خدا گفتند ای پیروان قرآن، از این دنیایی که شما حیات دارین 3 چیز را دوست می‌دارم: الطیب و النساء و جعلت قرة عین فی الصلاة. چی را دوست می‌داشت پیغمبر خدا؟ خوشبویی را دوست می‌داشت. دوست می‌دارم که تمام پیروان من خوشبوی باشند. پدرای عزیز نگوین که موی سفیدیم، یا مادرای عزیز نگوید که شما مثال ما پیران سال شدین. برای همه شما سنت این است که خوشبوی باشین. امروز خوشبویی ها در بیرون مسجدها فروخته می شوند. اگر کدام تو شرایط داری و استفاده نمیبری، تو گناهگار هستی، ترک سنت پیغمبر است. این دروغ است که وی در ترکیبش سپیر دارد. همه چیزی دنیا سپیر دارد. نان هم سپیر دارد، پای افضال هم سپیر دارد، لباس هم سپیر دارد، همه چیز سپیر دارد. حبیب خدا خوشبویی را دوست می داشتند. هر کدام دادرای عزیز یک خوشبویی خریده همراه همیشه گردان. در جایگاه خوابت خوشبویی کن. یک خوبی خوشبویی همین است که امروز ببین اکثر مردم دیوانه شده ایستادند، به کسل دیوانگی مبتلا می شوند. در کتاب خبرش آمد است کسی خوشبویی میزند جن به او نزدیک نمی شود، وای از کسل دیوانگی امین میماند.
دویم گفتن زنها را دوست می‌دارم. زن هم دوست داشتن ما و شما هم سنت پیغمبری خداست. زنها را هم احترام کنیم، به قدر زنها هم رسیم. و سوم گفتن نماز دوست می‌دارم، همیشه بالای جای نماز باشم، خدا و پروردگار ما یاد کنم. و کان معه اصحاب، این 4 ستاره درخشان ابوبکر، عمر، عثمان، علی و دیگر صحابای پیغمبر وقتی حبیب خدا این 3 چیزی که از دنیا دوست می داشت سخنرانی کرد، اونها صدای پیغمبر را شنیدند، همون مجلس اشتراک داشتند. حضرت ابوبکر صدیق مثل حبیب خدا گفت حبب الی من الدنیا ثلاث. بین ابوبکر صدیق هم گفت ای پیغمبری خدا، پدر و مادرم فدای جان تو باد، منم 3 چیز را از دنیا دوست می‌دارم. آن 3 چیزی که حضرت ابوبکر گفت نه عمر گفت، نه عثمان گفت، نه علی رضی الله عنهم گفت. بهترین جمله ها را حضرت ابوبکر گفت. چه سخنهای زیبایی گفت که پیغمبر خدا از سخنرانی ابوبکر خوشنود شدند، تبسم کردند، در حق ابوبکر دعای خیر کردند. چه جمله ها بود. ببین امروز من باوری دارم که اگر ما و شما را گوین از دنیا چی را دوست می‌داری، اولین چیزی که ما و شما یاد میکنیم یا پول است، یا ماشین است، یا خانه است. اولین چیزی که ما را گوین از این دنیا چی میخواهی، یا میگیم پولی بسیار، یا زن، یا خانه، یا فلان فلان. فقط دنیا را میخواهیم. لیکن ابوبکر صدیق خدا رحمت و مغفرت کند، والله که محبت عشق دنیا در وجودش نبود، تماما به دنیا میل نداشت. در قصه ها می آید بار غلامش امر کرد که برای من آب بیار، حلقم قاق شده. غلامش میگوید یک زمان رفت گشت آمد. حضرت ابوبکر میگوید ظرف با 2 دستش گرفت، ظرف آب نگاه کرد که آبی صاف نیست، بلکه چیزی به او آمیخته شده است. گفت ای غلام، گفت این چی؟ گفت این عسل آب است. گفت آب است، در ترکیبش باز عسل دارد. میگوید ابوبکر صدیق صحابه پیغمبر میگوید به خدا قسم آنقدر گریه کرد، میگوید که سینه‌اش بالا میشد پایان میشد. صحابه گفتن ای ابوبکر، گفتن چرا گریه میکنی؟ چی شد؟ گفت من دم آخری پیغمبر خدا همراه رسول اکرم بودم، زمانی که جان به حق تسلیم میکرد با دست مبارک چیزی را اشاره میکرد که دور شو دور شو، لیکن من هیچ چیز را نمیدیدم. و از حبیب خدا پرسیدم ای حبیب خدا چرا به دستت اشاره کردی؟ چرا گفتی دور شو؟ گفت برای من زینت دنیا را آوردن. ابوبکر میگوید ترسیدم که همان شیرینی دنیا همین عسل آب نباشد، همون شیرینی دنیایی که حبیب خدا گفت از من دور شو، مبادای همین عسل آب نباشد که من در فتنه دنیا رو برو شوم. پرهیز ببینید چی گفت ابوبکر صدیق؟ النظر الى وجه رسول الله و انفاق مالی على رسول الله و یکون ابنتی تحت رسول الله. 3 جمله. این 3 جمله که ابوبکر گفت کجاست همون دشمنای ابوبکر صدیق که این سخنهای گرانبها و قیمتبهای ابوبکر صدیق گوش اندازند؟ کجاست همون دشمنای ابوبکر؟ و دشمن ابوبکر در آتش است. سخنرانی ابوبکر گوش اندازید. یکم چیزی که از دنیا ای پیغمبری خدا دوست می‌دارم النظر الى وجهک، فقط همین 2 چشم من چهره مبارک تو را تماشا کنه. یکم محبتی که از دنیا دارم این است که هیچگاه نمیخواهم که چشمهای من از تماشای چهره تو کنده شود. همیشه تماشا به سوی چهره زیبای تو.
حضرت برای ابن عازب میگوید که روایت بخاری است کان رسول الله صلی الله علیه و سلم احسن الناس وجها، بهترین مردم از روی زیبایی حبیب خدا محمد صلی الله علیه و سلم است. ابی جحیفه میگوید بار مردم زیاد در اطراف پیغمبر خدا جمع شدند، با حبیب خدا سلام میکنند، بعد سلام دستهاشون در چهره هاشون میمالند. چگونه بعضی امروز برادرای ما و شما هم سلام میکنند، بعد سلام با یک اهل علم دستهاشون در دیده هاشون میمالند. صحابای پیغمبر میگوید ابو جحیفه میگوید سلام میکردند، دستهاشون در دیده هاشون میمالیدند، برای محبتی با پیغمبر داشتند. ابو جحیفه میگوید من طاقت نکردم که مثل مردم سلام کنم، بلکه چیکار کردم؟ فاخذت یدیه، من دست پیغمبر خدا را گرفتم و در بالای چهره خودم گذاشتم از روی محبت. میرا میدانستم که در هر یک اعضایی که جسد پیغمبر خدا رسد وای از آتش دوزخ امان میماند. دست را گرفتم میگه در بالای چهره روی خود گذاشتم. لیکن ابی جحیفه قسم به خدا میخورد که وقتی من دست وای در چهره خودم گذاشتم ابرد من الثلج و اطیب من ریح المیسک، دستش میگوید قسم به خدا از برف دیده خنکتر بود میگوید. لیکن آنچنان خوشبوی بود دستش که هیچ بوی خوش روی دنیا به دست بوی رسول اکرم، بوی دست رسول اکرم برابر شده نمیتواند. این گونه زیبایی در چهره پیغمبر خدا وجود داشت. ابوبکر گفتن اولین چیزی که میخواهم انا همین است، همیشه نظری در چهره تو کنم. دوم چیزی که از دنیا دوست میدارم این است تمام دارایی، ثروت و مال و اسباب و انجامم را بر شما ای حبیب خدا تسلیم کنم، در دست شما دهم. اینا همش عملی شده بودن. همیشه ابوبکر صدیق با رسول اکرم بود و 40,000 درهمی که همگی بایی و دولت و ثروت و پسنداز ابوبکر بود در دامن رسول اکرم ریخت. سوم چی گفت؟ سوم چیزی که دوست می‌دارم یگانه دختر دوست دارم عایشه در نکاح تو باشد. دوست می‌دارم که عایشه صدیقه در نکاح تو باشد. و اینم در عمل اجرا شد. پیش از 2 سال هجرت پیغمبر خدا در مکه مکرمه عایشه صدیقه را با رسول اکرم نکاح کردند. عایشه صدیقه خود حکایه میکند، میگوید در بیرون من بازی داشتم با دوگانه هایم، و ناگاه مادرم ام رومان فریاد داد که نزد من بیا. میگوید دوان آمدم که یک تپیش در دل من پیدا شد که دلم بالا می رفت پایان می آمد، شلپر بودم، مانده شدم. مادرم گفت یک مقدار همین پسی در این بعد خانه می درایم. من نمیدانستم که چی مسئله باشد. وقتی مادرم خانه در آورد نگاه کردم زنهای زیاد از در مدینه جمع شدند و مرا پیش اونها گذاشتند و این زنهای مدینه برای من گفتند خیر و برکات به جان تو باد که تو امروز در نکاحی بهترین بنده خدا محمد صلی الله علیه و سلم داخل بشوی. خیلی خوشنود شدم. لیکن عایشه صدیقه میگه وقتی مرا نکاح کردن ماه شوال بود. برادرای عزیز تصور شما یک حکمت از اینجا دور نکنید. ماه شوال بود. رمضان بعد رمضان شوال می آید. در ماه شوال عایشه صدیقه میگه که مرا پیغمبر خدا نکاح کرد. پس اینجا یک مسئله که امروز مردم ما را فرا گرفته از بعضی از مردای ما و شما پیرو این فتواهای زمکا شدن،
بین دو عید میگویم که نکاح نادرست است. بین دو عید نکاح نادرست. پس این سخن عایشه صدیقه اثبات میکند که شما مردم دروغ میگویید. بین دو عید نکاح درست است. ببینید بعد رمضان ماه شوال می درآید، شوال می آید، ذوالقعده می آید، ذوالحجه، بعد عید قربان می شود. بین عید رمضان و بین عید قربان نکاح با طریق اولاد جایز است. برادرای عزیز، این سخنه که بین عید قربان و عید رمضان جایز نیست، این از دوره های جاهلیت بود، این از دوره های پیش از اسلام بود. اینا در کتابا میارن که ماهی شوال به چی خاطر در عرب ها نکاح نمیکردن؟ به خاطر که معنای شوال معنای مرگ میدهد، معنای سختی را میدهد، معنای کلفت که میدهد. و یک روایت دیگر این است که در ماه شوال کسل طاعون آمده بود، آب پرتایه. دیگر مردم همین ماه را ماه بدبختی اعلان کرده بود، در این ماه نکاح نمیکردن. برای این از جاهلیت است، این از مردم ما و شما نیست. برادرای عزیز، بین دو عید نکاح درست است، نکاح یگان زلالی ندارد. لیکن اگر بین دو عید هم گذرد به عقیده شما، بعد عید قربان هم اگر توی کنین، همین توی های فسق و فساتان باشد، و در کل سال غلط و نادرست است، نه در بین دو عید. پس حضرت عایشه صدیقه را یا حکمت از این که من دور نکنم انامین بود که در ماه شوال نکاح او صورت گرفت. پس بین دو عید نکاح درست است. این فتوا است، من برای همه شما خبر میدهم. مبادا یک دختر مثال شوهر میتین، بچه هاتون زن میتین، اگر بین دو عید دم که آمد نکاح کنید، نکاح کنید، درست است. عایشه صدیقه را رسول اکرم در ماه شوال نکاح کردند. دویم حکمت چیست اینجا؟ وقتی عایشه صدیقه میگوید مرا پیش زنهای مدینه آوردن، در همون خانه که گویم عایشه خودشان زندگی میکردن، توده زنها نشسته بودند و مرا پیش از آنه که به پیغمبر خدا تسلیم کنند سر و روی مرا شستند، مویهای مرا روغن کردند، بر من خوشبویی مالیدند. بعد حبیب خدا بعد چاشت، بعد گویم آفتاب برآمدن آمده دستی مرا گرفت و به خانهش بود. اینجا چه حکمت است؟ این مستحب بود است که عروس ها را پیش از خانه شوهر رفتن، زنها آنها را آرا و تارا دهند. این مستحب است که آنها را شانه زنند، لباس های خوب پوشانند، خوشبویی کنند، بعد به خانه شوهر برند. این ثواب است، این درست است. لیکن دادرای عزیز، من مسئولیت دارم به خدا قسم. من میدانم شاید بعض برادرها را نمیخواهند، شنیدن نمیخواهند، لیکن این قدر میگویم که ما مسلمان هستیم، ما مسلمان هستیم. ما حقوق نداریم که دختری ما را یک مرد بیگانه آمده از پریگمخر آورده و او را آرا و تارا دهد. این گناه است وقتی که یک مرد بیگانه دست او در سر و زلف دختری من میرسد. این خیلی بیغیرتی و خیلی بیناموسی من نشان میدهد. این متاسفانه در مردم وجود دارد. دخترها را آرا و تارا دهید، مویهای سرشان را نبرید. بسیار خوب میشود که اونها را با عقل آرا و تارا دهید، اونها را با کیبانوگی آرا و تارا دهید، بعد به خانه شوهرهاشان برید. زنهای مدینه عایشه میگوید مرا بسیار نصیحت کردند پیش از آنه که خانه شوهر روم، لیکن امروز زنها را نصیحت نمیکنند. و این سخن ابوبکر صدیق که میخواهند دخترم در نکاحی رسول اکرم باشد، اینم صورت گیرید. برادرای عزیز و گرامی، بدگویی های عایشه صدیقه هم وجود دارد. حضرت عایشه را تهمت در زنا کردگیند، تهمت کردگیند. بالای او از آیت 11 سوره نور
تا 20 آیت سوره نور برای پاکیزگی عایشه آیت قرآن نازل شده است. این برای پیغمبر خدا را در خجالت گذاشتن، ابوبکر صدیق در عذاب گذاشتن، منافقات توانستند که یک آوازه تهمت در مدینه برپا کنند. این چگونه صورت گرفت؟ پیش از آنه که صورت گرفتن این تهمت من برای شما گویم، فراموش نکنید که اولین محبتی که در اسلام رخ دادگی است این محبت رسول اکرم با عایشه است. اولین محبتی در اسلام است. رسول اکرم خود در روایت های صحیح بخاری میگذارد محبوب ترین زن به سوی من این حضرت عایشه است. محبوب ترین زن عایشه را بسیار بسیار دوست می داشتند. حتی گفتند فضل عایشه علی النساء کفضل سرید علی سایر الطعام. فضیلت عایشه گفتند بالای دیگر زنهایی که در نکاح دارند، بالای اونها مثل آبگوشت بالای دیگر طعام هاست. ببین در ما و شما طعامی که گوشت داشته باشد از طعام هایی که گوشت ندارد فضیلت و بزرگی این طعام بلندتر است. رسول اکرم گفتند عایشه در بین طعام ها انمون طعامی گوشتدار هست گفت نسبت دیگر زنهایی که من دارم. حتی که بار رسول اکرم اینم در صحیح بخاری میگذارد با عایشه صدیقه نشسته بودند که جبرائیل پایان شد و حضرت جبرائیل چی گفتند؟ گفتند ای محمد به عایشه سلام مرا برسان. جبرائیل به عایشه سلام میفرستد. رسول اکرم چی گفتند؟ یا عایشه یقرأ علیک السلام. جبرائیل به تو سلام میگوید. حضرت عایشه چی گفتند؟ و علیه السلام و رحمت الله و برکاته ارا ما لا ارا. بر جبرائیل بگو که علیه السلام و رحمت الله و برکاته، ای حبیب خدا آن چیزی را که تو میبینی من نمیبینم. مثلا جبرائیل تو دیده ایستاده من نمیبینم، لیکن سلام مرا به جبرائیل رسان. بسیار فضیلت ها در بین زنها داشت. باره میگوید حبیب خدا که بسیار خانه عایشه زیاد می آمد، در زیر چادر با عایشه دراز کشیدگی بود که دیگر زنهای پیغمبر شاید 5 نفرش شاید 6 نفری او یک جایه شدن و فاطمه را فریاد زدن. دختری دوست داشته ترین پیغمبر فاطمه را گفتن رو با پدرت بگو چگونه محبت به عایشه داره، با ما هم همچنان محبت کنه. اینم در صحیح بخاری میگذارد. حضرت فاطمه شکایت دیگر زنها را گرفت و به نزد پدرش آمد که رسول اکرم در زیر چادر با عایشه صدیقه دراز کشیدگی صحبت دارد. گفت پدر گو اجازت هست؟ گو اجازت هست. گو من شکایت آوردم. گفت چی شکایت آوردی؟ گفت دیگر زنهای تو میگویند چگونه محبتی به عایشه داری به ما نیز همچنان محبت کن. گفت فاطمه گفت تو دوست نمیداری آن کسی را که من دوست میدارم. گفت پدر گفت دوست میدارم. گفت پس من عایشه را دوست میدارم و برای تو امر میکنم ای فاطمه عایشه را همیشه دوست دار. فاطمه میگوید از جاش خیست و آمد نزد این زنها. گفت با پدرم آن چیزی که پیشنهاد کرده رسانیدم، لیکن بر من این گونه جواب گفت. گفتن زنهاش گفت ما را قناعت نکردی، ما را قناعت نکردی. گفت خیز بار دیگر رو بگو آن محبتی که به عایشه دارید و ما نیز همچنان محبت کن. فاطمه گفت قسم به خدا دویم باره پیش پدرم نمیرم. از جاش زینب ابن جحش خیز، این زن پیغمبری خدا بود، دختر عمش بود. حضرت عایشه میگوید در بین تمام زنهای پیغمبر در شرف و بزرگی قریب به من همین زینب برابر میشد. هم حسن جمالی خوب داشت، هم پاک دامن بود، هم دست بخیر داشت و همیشه شبها قیام لیل داشت. بسیار زنی خدا ترک بود، بسیار خدمتگار در پیغمبری خدا بود.
میگوید زینب از جاش خیز گفت من شکایت شما را میبرم. خودشم علم داشت زینب. آمد میگوید نزد حبیب خدا که همون حالتی که با عایشه دراز کشیدگی بود همون حالت قرار داد. زینب پیشش در آمد و ای حبیب خدا گفت از تمام زنهای تو شکایت همین که محبتی که با این عایشه داری با ما نیز همچنان محبت کن. حبیب خدا میگوید با چهره زینب تماشا کردم چیزی نگفتم. عایشه میگوید من فقط با چشمهای پیغمبر نگاه داشتم که اشاره کنه تا که من جواب گویم. لیکن حبیب خدا میگوید هرچند که نگاه کردم با چشم از چیز اشاره نکرد، لیکن از چهره او فهمیدم که وای به من دلالت کرد که از خود دفاع کن از خود. من میگوید با زینب مناقشه کرده، دو زن با یکدیگر روبرو شدن، جنجال کردیم. ولی بعضی دو زنها سه زنها میگن بین ما جنگ است و دیگر. از این قصه ها برمیآید که در بین زنهای پیغمبر خدا هم رشک وجود داشت. میگوید مناقشه کردیم، لیکن میگوید در سخنرانی من زینب شکست دادم. عایشه میگوید من شکستش دادم. میگوید دیگر مجال حرف زدن نیافت و از جاش خیست میگوید و رفت به جانب زنها گفت که رسول اکرم میگوید این دختر ابوبکر است. وقتی از جا زینب خیست میخواست که رود، گفت زینب گفت یک لحظه گفت این عایشه دختر ابوبکر صدیق است. زینب رفت به مردم رسانید. امام نووی میگوید برای چی پیغمبر خدا گفت که این دختر ابوبکر صدیق است؟ میگوید سبب و حکمتش در این است که یکمش عایشه را پدرش آدم بزرگ بود و محبوب ترین مردها به سوی پیغمبر هم حضرت ابوبکر بود و دیگر این که یکی از زنهای دانا و زنهای خیلی زیبای پیغمبر هم حضرت عایشه بود. حتی رسول اکرم آنچنان غمخواری به عایشه میکرد که زیباگیش خیلی زیاد که بود، مردهای دعاخوان دعوت میکرد که آمده عایشه را دعای چشم خواند. بالای عایشه دعاخوانی ها میکردن که وای خدا از چشم حاسدان و از چشم چشمگران نجات دهد. از این قصه هم حکمت برمی آید که چشم فقط به دعا آدم رد میکند، به خار و به نعل و به موره چشمی و به اینا چشم دور نمی شود. به دعا خواندن چشم از بالا دور می شود. خلاص بیا گوش میکنیم خود حضرت عایشه این تهمت چگونه بیان میکنه. خود وی حکایه میکنه، در صحیح بخاری قصهش میگذاره. غزوه بنی مصطلق بود میگوید و رسول اکرم وقتی که به غزوه میرفت، به جهاد میرفت، قرعه میپرتافت، یعنی در دستش یک چیزی را پنهان میکرد. کدام زنی که میافت همون زن همراه او در سفر میرفت. در همین غزوه بنی مصطلق عایشه صدیقه میگوید همون قرعه را من یافتم و مرا همراه خود در این غزوه همسفر کرد. و برای من یک اشتر آماده کرد. بالای اشتر کجاوه داشتم. کجاوه را گفتن همون یک خانچه میسازن که اگر شما دیده باشین در بالاهای فیل هم میگذارن، در بالای اسب هم میگذارن، در بالای اشترها هم میگذارن و در او همون رهبرها و سردارها سوار میشوند. برای حضرت عایشه کجاوه ساختگی بودند، در داخل همون می در آمد، در خود می پوشید و این کجاوه او را می برداشتند، بالای اشتر می ماندند و رهسپار می شدند. حضرت عایشه می گوید وقتی که این غزوه تمام شد، مسلمان ها در این ظفر یافتند. پس گشته آمدیم، در یک وادی قرار گرفتیم. نصف شب بود که فرمان شد که بارها را بندین، رهسپار به سوی مدینه می شوید.
حضرت عایشه صدیقه میگوید من از کجاوه خود پایان شدم برای قضای حاجت از این عسکران رسول اکرم، از این کجاوه خود دورتر رفته قرار گرفتم برای قضای حاجت. قضای حاجت کردم، گشته به نزد کجاوه خود آمدم، دست در گردن زدم که مورم در گردنم نیست. یک موره داشتم، بسیار موره قیمت بود، همین مورم در گردنم نیافتم. پس برای جستجوی این موره باز به همون جایی که قضای حاجت کرده بودم رفتم. اونجا خیلی وقتی من زیاد گذشت، کاف تو کاف کردم. وقتی که از آنجا برگشته آمدم نگاه کردم که کیها این مردم الکی رهسپار شدن، کسی در اونجا وجود ندارد. پسر خیلی با دقت گوش اندازین، شما خودتان پیخست میشوین که آیا این تهمت بود یا تهمت نبود. انا همینجا تهمت حضرت عایشه سر میشود. آمدم که نیست کسی، کجاوه منم بالای اشتر بار کردن رفتم. ببینید حضرت عایشه میگوید برای چی همون انسانهایی که کجاوه را برداشتن و بالای شتر بار کردن درک نیافتن که من در داخل کجاوه هستم یا نیستم؟ برای چی؟ سببش در چی بود؟ میگوید یکمش این واقعه میگوید بعد نزول آیت حجاب بود. یعنی حجاب، ساتر، رویمال انداختن، این آیت وقتی که آمده بود دیگر مردها حقوق نداشتن که هر یک کجاوه را کشاده و داخل او را تماشا کنند یا به سوی زنها نظر کنند. این دیگر مسلمان ها حق نداشتند. یکم صورت این بود میگوید. دویم صورت این بود که من بسیار سین و سالم خورد بود میگوید اون سالها و بسیار زنی بیگوشت بودم، خراب بودم میگوید. زنهای دوره رسول اکرم میگوید سیرگوشت نبودند و حضرت عایشه میگوید ما خوراک زیادم نمیخوردیم و فربگی هم در ما وجود نداشت. بسیار یک وزن سبکی داشتیم. از این خاطر کجاوه را برداشتگی آدم حس نمیکرد که در داخلش آدم هست یا نیست. ولی امروز میبینید چی مردمان چی زناماند، باور کنید خدا داند تابوت برداشته نمیشود. حبیب خدا در حدیث های مبارک گفتن میترسم از امتی که شکم داشته باشد. ببینید از امتی که شکم داشته باشد، از این گونه امت میترسم. مقصد شکم از راحت پیدا می شود. شکم بسیاری وقت از بیکاری پیدا می شود، از تربیه زیاد پیدا می شود، از تنبلی پیدا می شود. میگوید مادامی که دیدم کسی نیست، عایشه میگوید پس چیکار کردم؟ پس در همون جایی که خوابیده بودم چادر ما بالای سرم کشیدم و در همونجا نشستم و گمانم همین بود که مادامی که رفتن در کجایی که رسیدن داخل کجاوه را میکشاین، میبینن که نباشم، باز به همینجا گشته میآیم و همچنانم شد. عایشه میگوید نشستم قریب دم صبح شدند، میگوید بیپره شدم و در جای خود غلطیده خوابم بود. این زمان میگوید قاعده همین بود که از پس عسکرهای رسول اکرم یک آدم راه در جستجو کرده می آمد که اگر چیزی از مسلمان ها غلطیده باشد و هم می برداشت آورده در دست صاحبش تسلیم میکرد. این حالت میگوید من خواب بودم که یک صدای شنیدم از صوفان ابن معتل سلیمی که این لله و این الیه راجعون گفت. همون آدمی که از پس می آمد و هر چیز خفا مانده را می برداشت همراه خود می برد، راستی من آمد میگوید و همین کلمه را گفت این لله و این الیه راجعون. یک تعزیه بیان کرد
ما از خدا هستیم و به سوی خدا بازگشت داریم. میگه صدای این مرد شنیدم برابر من از جای خود خیستم. قسم به خدا میگوید این مرد آنچنان مرد مسلمان بود که با من دیگر سخن نگفت، فقط اشاره کرد که بالای شتر سوار شد. میگه شترش پایان کرد و اشاره میگوید بالای شتر سوار شدم و بند شتر را گرفت و به سوی مدینه رهسپار شدیم. انشاءالله در راه چی گفت و گذار شد و تا رسیدن این الک چی فتنه ها. جمعه گذشته ما اطراف یکی از مصیبت های خیلی وزنی که خانه این ابوبکر صدیق فرا گرفته بود، این کردار منافقین خواستند که دختری ابوبکر صدیق محبوب ترین زن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم عایشه را تهمت بر زنا کنند و ابوبکر و عایشه و خانواده ابوبکر را در پیش رسول اکرم و همه مسلمان ها در خجالت و شرمندگی قرار دهند. دشمن ها این خواستند، لیکن الحمدلله که این تهمتی که اونها بالای عایشه کردند عاقبت به نیکی انجام یافت. باز شرف و بزرگی خاندان ابوبکر صدیق از همه بالا شد. دادرای عزیز، روز به روز حجمهای هر گونه رویه ها و هر گونه جریان ها صورت دارد. شما از وجود خودتان دوست داشتن عایشه را هیچگاه دور نگردانید، زیرا حبیب خدا گفت قسم به عظمت پروردگار، این روایت هم بخاری است هم مسلم است، کسی که اگر اهل بیت مرا بد میبیند والله که وی دوزخی است. گفت کسی که اهل بیت مرا بد میبیند دشمن اهل بیت من است. زنهای پیغمبر از اهل بیت پیغمبر به حساب میرفتند. از این خاطر دادرای عزیز، وقتی هر جایی که نام عایشه ذکر شد شما در حق این مادرمان دعای خیر کنید. نگذارید که این دشمنهایی که از ما و شما تیار کردند نسبت این چهاریار پیغمبر و این مادرمان سنگ زنند و ما و شما با این گوشهای شنوا سخن اونها را گوش کنیم. به خدا قسم از این در بی ناموسی و بی غیرتی نیست دیگر چی جاش میماند؟ مادرمان غیبت کنند، مادرمان سنگ زنند، پشتیبانهای پیغمبر خدا را تنقید کنند، ما و شما مسلمان ها گوش اندازیم. ابو حنیفه رحمت الله علیه سردار مذهب ما و شما در وصیت‌های خود در آخران فصلش به شاگردهاش گفت بزرگترین زن دنیا بعد خدیجه عایشه رضی الله تعالی عنها می باشد. او پاک است و خالی از زناست. این حضرت امام ابو حنیفه در وصیت‌های خود به شاگردانش گفت. حضرت عایشه مادرمان میگوید وقتی من از ظرف آب می نوشیدم زمانی که باز حیض بودم، خصل بیماری زنانه داشتم، رسول اکرم نگاه میکرد که از کدام جانبی ظرف من آب نوشیدم، دهانش را در جای دهان من میگذاشت. این حدیث بخاری است. از جایی که گوشت میگزیدم حبیب خدا آنقدر ما را دوست می‌داشت که از جای گزیدگی من دندان مبارکش میگذاشت. نظر محبت بود. عایشه میگوید وقتی من در بیماری زنانه بودم که همبستری با زنی
در حیض بودگی گناهی کبیره است. کسی که اگر در حالت حیض به زن نزدیکی میکند او مرتکب گناه میشود، تا اگر توبه به سوی خدا نکند از این عمل زشت خود، خدا او را رسوا و شرمنده میکند. در حالت حیض بودم، دراز کشیده بودم، پیغمبر خدا آمد میگوید سری مبارکش بالای دامن من میگذاشت. زمانی که من در بیماری زنانه بودم او قرآن میخواند. این از روی محبت بود. حضرت عایشه محبوب ترین زن پیغمبر بود. در بین همه زنهایی که داشت نسبت عایشه صدیقه محبت بیشتر داشت. بار پیغمبر خدا همراه عایشه بودند. عایشه میگوید از حبیب خدا طلب کرد ای شوهر مهربان، ای حبیب خدا، میخواهم که در حق من دعا کنی. دادرای عزیز خیلی با اهمیت باشین. شاید این سخنی مرا بعض مادرها هم خواهرها هم بعداً شنوند. این حکمت دارد. عایشه از شوهرش دعا طلب میکند. امروز من شما را باور که شاهد میگیرم، اگر در همین مسجد تا 3000 و 4000 نفر باشین، خدا داناست که هیچ زنی شما از شما دعا طلب نمیکنند. بار هم نمیگن که شوهر در حق من دعا کن. باور کن در فکرشان هم نمیگذرد. حتی پروای دعای شوهر هم ندارند. نمیدانند که حبیب خدا گفت، اشاره به سوی شوهر کرد، گفت ای خانم های مهربان، ای زنان مسلمان، هو جنتک و نارک. همین شوهرها جنت و دوزخ شما هستند. اگر جنت میخواهی احترامشان کنین، به قدرشان رسین. خواه زیبا هستند، خواه بدرو هستند، خواه پولدار هستند، خواه بی پول هستند، خواه منصب دارند، خواه منصب ندارند، احترامشان کنین. اینا جنت و دوزخ شما هستند. افسوس که امروز به قدرترین شخص در خاندان شوهرها می باشند. شوهر قدر ندارد، احترام ندارد، به قدر شوهر نمی رسند. باور کنین این زنها تا حد آمدن که پیش شوهر خیزدن برای خود عار می دانند. اینا برای خود یک چیزی خیلی ناخوب می شمارند که پیش شوهرش خیزد، لیکن پیش یک مردی بیگانه و پیش یک زنی بیگانه می خیزند. شوهرها را احترام کنین. دنیا نه آنقدر دنیای درازی هست. اگر هر یک زنی که نماز میخواند لیکن در نمازش حبیب خدا میگوید در حق شوهر دعا نمیکند، نماز او در سر او زده میشود، قبول درگاه خدا نمیشود. زن همیشه باید دعا کننده در حق شوهر باشد. احترام شوهر باید به جای بیارد. حکم شوهر برای او فرض و واجب است. اگر گردن کشی کند، اگر ناپسندی کند، حبیب خدا گفتند درهای جنت بالای این زن پوشیده است. مادرای عزیز و خواهرای عزیز، من بر همه شما باور که مراجعتم همین است. از تمام آن روزهای نافله‌ای که شما میگیرید، از تمام آن نمازهایی که شب و روز نافله‌ای که شما میخوانید، اگر یک بار بر روی شوهر تبسم کنین، قسم به خدا از همه عبادتان بالا هست. یک بار به بالای شوهر تبسم کنید، یا یک بار پشت دست شوهر تا بوسه کن، از همه عبادتت بالاست. کوشش کن مادر عزیز، خواهر عزیز، کوشش کن که شوهر از پیش خود دست بر دارد، گوید خدا تو را اهل جنت گرداند. کوشش کن.
اعظم الناس حقا علی المرأة زوجها. زیرا خواهر عزیز بزرگترین حق بالای تو نه پدر دارد، نه برادر دارد، نه عمک و تقت دارد، شوهر دارد. بزرگترین حق بالای تو حق شوهر میسته. قسم به خدا روز از روزها این زن و شوهرها را خدا در پیشگاه خودش راست میکنه. خوش به حال اون زنی که در دنیا خدمت کرد، دعا کرده، دعای شوهر را گرفته، خداوند باز همراه می شوهر در جنت جایش میکنه. حضرت عایشه از شوهر از حبیب خدا گفت در حقم دعا کن. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دست مبارک برداشت، زیرا از عایشه راضی بود. زیرا عایشه همیشه در خدمت رسول اکرم قائم بود، همیشه پشتیبانی از رسول اکرم میکرد، شوهرش غیبت نمیکرد، شوهرش کمبودی هاش در پیش دوگانه ها و زنهای همسایه بیان نمیکرد. بار یک جمله یهودی ها چند نفر دشمنای اسلام خانه پیغمبری خدا آمدند، خانه رسول اکرم در آمدن تا این اندازه دشمن بودند که در جایی که السلام علیکم گویند چی میگفتند؟ السلام علیکم، السلام علیکم، مرگ به تو باده محمد. وقتی این عایشه این السلام علیکم از زبان یهودی ها شنید، این زنی با غیرت، این زنی پشتیبانی از شوهر طاقت نکرد، از جاش خیز گفت لعنت و مرگ خدا بر شما باد. حبیب خدا چیزی نگفته بود که عایشه پشتیبانی از شوهرش کرد، گفت خدا شما را لعنت کند، خدا مرگ به شما باد. گفت رسول اکرم گفت عایشه گفت نرم باش، من که با اونها جواب گفتم و علیکم گفتم، مرگ و لعنتم بر شما باد. پشتیبانی را ببینید. امروز در ما مکتوب می آید که شوهر غیبت میکند، شوهر کمبودی هاش در پیش زنهای بیگانه بیان میکند. رسول اکرم وقتی که این پیشنهاد عایشه را گوش کرد که در حقم دعا کن، دستش برداشت و چی گفت؟ چی بشارت خوب است. قسم به خدا این دعای پیغمبر را گرفتن دیگر چی جای وصفش است؟ اللهم اغفر لعایشه، دعای پیغمبر، اللهم اغفر لعایشه ما تقدم من ذنبها و ما تأخر و ما اسرت و ما اعلنت. خدایا گفت پروردگارا عایشه را گناهاش مغفرت کن. خدایا آن گناهی را که نافهمیده کرد و آن گناهی را که قصدن کرد، خدایا از تو خواهش دارم عایشه را مغفرت کن. خدایا آن گناهی را که آشکارا کرد پنهان کرد، خدایا مغفرتش کن. عایشه وقتی دعای پیغمبر شنید، شاید همون لحظه برای عایشه لحظه های شیرین ترین از حیاتش بود. آنچنان میگوید خندید، آنچنان یک خنده زیبای عایشه را فرا گرفت، میگوید که تاب خورد آمد در بغل رسول اکرم زد. رسول الله گفت آیا دعای من تو را خوشنود کرد؟ و از این دیگر چی برای من لازم؟ بله گفت بسیار از دعای تو خوشنود شدم. رسول اکرم گفت ای عایشه، گفت انا همین دعایی که من برای تو کردم، قسم بر آن خدایی که مرا با پیغمبری مبعوث کرد، در هر نمازم در حق امتم انا همین دعاست، در حق امتم این دعا را همیشه میکنم. خدایا گناههای امت ما ببخش. این امتهای بی پروا باشند، ناترسانه گناه کرده ایستادند. حبیب خدا مغفرت گناه ما را طلب دارد. فضیلت عایشه هست. خداوند در سوره احزاب النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امهاتهم، این شعار ما و شماست، این دلیل مستحکم ترین برای ما و شماست برای بسته کردن زبان همون ناکسانی که نسبت عایشه بدگویی دارند. خداوند میگوید ای مردم مسلمان،
از همه جانهای شما برای شما بالاتر باید که جان پیغمبرتان، آبروی پیغمبرتان باشد. و خداوند گفت و ازواجه امهاتهم، و زنهای پیغمبر مادرای شما هستند. زنهای پیغمبر مادرای ما و شما هستند. مقصد از مادران این نیست وقتی که پیغمبر خدا از دنیا گذشت زنهای پیغمبر کدامش که در حیات بود و یا هیچ کس دیگر حقوق نداشت که نکاح کرده گیرد، زیرا وی حکم مادر داشت. باید به قدر مادرمان رسیم، مادرمان احترام کنیم. ببین امروز اگر نسبت همین مادرایی که ما و شما داریم یک کس دشنا میکند چقدر ما و شما به طاقت میشویم، ناراحت میشیم که مادری ما را دشنام داد، حال آنکه این عایشه بهترین مادری ما و شماست. اگرچند امروز بعض جوانای عزیز مادر و پدرها را حرمت نمیکنند، امروز شکایت ها از نام شما هم هست. برادر عزیز، برای چی نماز جمعه میخوانی؟ برای چی در نمازهای 5 وقته اشتراک میکنی زمانی که پدر و مادر از تو ناراضی است؟ برای چی؟ تو میدانی که این عبادت های تو همش بیکاره میشوند زمانی که اگر پدر و مادر از تو ناراضی باشد. عبدالله ابن مسعود یکی از جان فداهای رسول اکرم میگوید از پیغمبر خدا سألت رسول الله صلی الله علیه و سلم ای العمل احب الى الله تبارک و تعالی. ببین این حدیث صحیح است. عبدالله میگوید از پیغمبر خدا پرسیدم ای حبیبی خدا از همه عملی که خدا و اولین درجه دوست می‌دارد کدام عمل است؟ حبیب خدا گفتن الصلاة علی وقتها، نماز در وقتش خواندن. بچم گفت محبوب ترین نماز به سوی خداست، محبوب ترین عمل به سوی پروردگار نماز در وقتش خواندن است. در من مکتوبای زیاد آمد، الان یک مکتوبم خواندم درباره وقت نماز میگوید. در مسجدها 1 ساعت هیچ کس از طاقت ندارد، حالا که 1.5 ساعت بعد به کمش ما و شما ایستادگی کنیم نماز خفته نخوانیم. کاش که همون موی سفیدها، کاش که همون شخصانی که 1 ساعت طاقت ندارند، کاش که همین سراسیمگی را در نام خدایی کنند. در نام خدایی در نزد یک اگر فسق و فساد باشد 1 ساعت نشیند به خدا قسم مانده نمیشد، پروا هم ندارد. اگر گویم بابای اکی اوقاتی تو این 1 ساعت پس میشود میگن نشینم پر ندارد وقت دارم، لیکن برای نماز وقت نیست. 1 ساعت وقت نمیآورد، 1.5 ساعت برای عبادتی که الله این عبادت دوست می‌دارد که در وقتش خوانده شود وقت جدا نمی‌کند. ببینید ما و شما کجا رفته ایستادیم. دویم چی گفتن حبیب خدا؟ ثم ایون، عبدالله میگوید دوام دادم ای حبیب خدا باز کدام عمل الله دوست می‌دارد؟ بر الوالدین. حبیب خدا گفت خدمت کردن در حق پدر و مادر، پدر و مادر را راضی کردن، این عملی هست که الله باید دوست می‌دارد. جوانای عزیز، الحال حدیثی که من درباره زنها گفتم، همین حدیث باز در راست پدر و مادرم است. هم جنتک و نارک. پیغمبر خدا گفت پدر و مادر جنت و دوزخ توست، جنت و دوزخ تو پدر و مادری توست. پدر و مادراتان احترام کنین، به قدر پدر و مادراتان رسین، دعای پدر و مادراتان را گیرین. آن وقت عبادت شما را کامیاب میکند، آن وقت شما از زندگیتان برکت میابید. زیرا حبیب خدا میگه اگر خواهین که بچه هاتان شما را احترام کنن به قدر پدر و مادرتان رسید. پدر و مادر احترام کردی بچه‌ت آینده تو را احترام میکند. لیکن پدر و مادر بعد ما و شما وقتی از دنیا میگذرد، بعد این ریاکاری ها تمام شد، این نمایشگری هایی که میکردیم مردم الکی از ما فهمیدن دیگر او صورتی در قالین او چی در کار زمانی که وی تو را عاق کردگی بود، او صورتی در قالین او چی در کار از زمانی که وی از دستی تو داد میگفت، وی لباسی تازه را ندیده بود، وی شکمی سیر از تو ندیده بود، صورتی او را چی در کار این شیطانگری، چی در کار این ریا و این خودنمایی که تو صورتی او را در قالین میزنی. زمانی که حالم که صورتی وی در قالین زدن گناه از خودش، بالای قبری او را چی در کار این قضیه و زینت دادن.
پیشنماز اسب و پول و قالین نته، اما پدر راضی که از دنیا بگذره. بالای قبر پدرت خود رو دعا و مغفرت کن، یک ملا را پیش انداز کرده نبر. از جانب پدرت خیر احسان کن. یک بنای خوب بساز، یک مکان آباد کن به نام پدر و مادرت بگذارش. شخصی آمد گفت حبیبی خدا از جانب پدرم حج کنم ثوابش میرسد؟ گفت بله. گفت رو حج کن ثوابش در حق پدرت ببخش ثوابش میرسد. پول داری رو از جانب پدرت حج کن، از جانب مادرت حج کن. لیکن این ریاکاری و این حیله‌گری را ما دست در دستی زنک از ترس بازار را در اختیارش میتینه که بار دستی مادر تا گرفتگی بازار بردگی و تلاواری را در پیش نمانده و از ترس کردگی تو به خاطر زن، به خاطر خیش تبار زن از پدر مادرت بعدت گذشتگی. زنها را احترام کنیم. سأل في عامي ان اشکر لی ولی والدیک الی المصیر. زیبا بیان میکنه دادرای عزیز کدام پدر و مادر دارید و خدا غنیمت از احترامشان کنید. پگاه از دنیا میگذرن افسوس میکنی که کاش که به قدرش میرسیدم، لیکن این دیگه افسوس دروغ است و این به تو فایده نمیبخشد. الحال احترامشان کنید، الحال به قدرشان رسید. خدا میگه سپارشتان میتونم ای انسانهایی که پدر و مادر دارید. فراموش نکنید که یک زمان شما در شکم مادر بودین. میگه خداوند ببین وحنن علی وحن، شما را مشقت بالای مشقت میبرداشت، شکمی او درمند میشد، به خاطر تو از بهترین نعمتهای خدا پرهیز میکرد، احتیاطت میکرد، هر گونه طعام نمیخورد که یکی در همین بچه‌ام زلال نرسد. در حالت زاییدن تیار بود که خدایا جان ما بگیر، لیکن همین بچه‌ای که از این مواری یک تین فایده ندیدم همین را خدایا صحت و سلامت برآر. تیار بود. امروز تو موردی به احترامی قرارش میدی، از خدا نمیترسی. خدا تو را میگه سپارشت میتونم، تو سپارش الله را اجرا نداری. میلش این صحبت کم هم که اگر بیان کنم از هر فصل برای آدمی با عقل بس است. گفتمون محمد سنای ایرانی، محمد صاحب ایرانی، یک نکته بس است اگر شعور است، ورنه چو چراغ پیش کور است. برای آدمی با فهم یک نکتهش بس است. خداوند چی گفت در سوره احزاب؟ پیغمبرها از نفسهای شما دیده جان اونا شرف اونا بلند است و زنهای پیغمبر مادرای شما هستند. میلش من اینجا این صحبت قد میکنم میگذارم در تهمت حضرت عایشه. در هر یک جهاد حبیب خدا یک زنی خدا می برد. غزوه بنی مصطلق آغاز شد، حبیب خدا قرعه پرتافت، قرعه را عایشه یافت و همسفر این غزوه بنی مصطلق عایشه شد. حبیب خدا وقتی که در راه عایشه میگوید می رفتیم هر جایی که اگر استراحت اختیار میکردن، من در کجاوه سوار بودم. کجاوه را میدانیم، بالای اشترها و بالای اسبها در یک خانچه میکنن و همون خانچه را بالای اشتر بار میکنن، در داخل او آدم است. از داخل کجاوه خود میفرامدم باز تا زمانی که حبیب خدا امری به سوار شدن میکرد. این حادثه را حادثه افک میگویند. افک در قرآن افک یاد میشود، حدیث افک میگویند. یعنی مقصد از افک بهتان و دروغ، حادثه بهتان و دروغ. خدا پرده کنه. در دعاها ما حتی میگفتیم خدایا ما را از تهمت بدی ناگهان نگه دار. اینا به خدا وجود دارد، تهمت کردن وجود دارد. یک آدمی که صاف و خالص است تهمتش میکنند. حبیب خدا میگه در غزوه بنی مصطلق اشتراک کردند
غلبه را به دست آوردند و این خبری غلبه بنی مستلیق به مدینه رسید که پیغمبر خدا در این غزوه غلبه را به دست آوردند. تمام مدینه را میگه خرسندی فرا گرفت. بعداً این حادثه بعد نزول آیت حجاب بود. وقتی آیت حجاب پوشیدن ساتر برای زنها وقتی که آیتش نازل شد، این تهمت هم بعد همون حادثه حجاب بود. حضرت عایشه میگوید آمدیم برگشت به سوی مدینه می آمدیم، در اثنای راه حبیب خدا کاروان من کردن، گفتن کمی استراحت میکنیم. شب بود، استراحت کردیم. پس فرمان شد که همگی سوار شویم مدینه می رویم. حضرت عایشه میگوید من پیش از آنی که در کجاوه خود در آمده سوار شوم، اول خواستم قضای حاجت کنم تا که در راه برای من باز یگان مشکلاتی رخ ندهد، یگان مشکلاتی روبرو نشوم. رفتم، میگه دور رفتم قضای حاجت کردم، گشته آمدم به نزد کجاوه، خواستم که اراده در کجاوه سوار شدن شوم که دست در گردن میزنم، مهرم نیست، مهره‌ای که در گردن داشتم. یقین دانستم که این مهره من کند است و در همون جای قضای حاجت کردگیم است. میگه دور رفتم، مثلا شب که بود این مهره را جستجو کردم تا مهره ها را جمع کردم، آمدم که کاروان رفت است. کجاوه مرا بالای اشتر بار کردن و فکر کردن که الک من در داخل همون کجاوه هستم. لیکن در آغاز صحبتش حضرت عایشه گفتن به خاطری که من دختری 13 ساله و 14 ساله بودم و بسیار کم گوشت بودم، کم وزن بودم. نه زمانهای اون زمانها زنکا میخواد کم گوشت بودن، کم خوراک بودن. بگن اونا فکر کردن که من در داخل همین کجاوه هستم و مرا بار کردن و آیت حجاب که بود دیگر اونا حق نداشتن که در کجاوه مرا کشاده و مرا تماشا کنن. خلاص رفتم. من آمدم در جایی که کاروان بود، در همون جای کجاوه خود نشستم و گمانم این بود که پیغمبر خدا نفرهای را به سر من روان میکند تا که مرا از اینجا گرفته با صحت و سلامت و پیش رسول اکرم برد. لیکن هر چند استادگری کردم کسی به سراغم نآمد. این حالت مانده شدم و در همون جای نشستم، خوابم بود. قریبه های صبح بود که یک صدای شنیدم که این لله و این الیه راجعون. صدا یک مردی برآمد. این صوفان ابن معطل سلیمی بود. اون وقتا قاعده همین بود که یک نفر در قفای همون لشکر میگذاشتن، لشکر پیشا پیش میرفت، این از پس هر چیزی که از عسکرها که میغلطید و یک گرفته با صحت و سلامت به صاحبش میرسانید. وقتی که این صوفان میگه سیاهی مرا که دید دم صبح بود، براستی من آمد و این لله و این الیه راجعون گفت. ما از خدا هستیم و به سوی خدا بازگشت داریم. صدای او را شنیدم، برابر عایشه میگوید از جای خود خیستم و چادرم را در رویم کشیدم. قسم به خدا عایشه میگوید صوفان دیگر بر من هیچ سخنی نگفت، فقط اشترش را خوابانید، به دستش اشاره کرد که اشتر را سوار شد. اشتر را سوار شدم، بند اشتر را گرفت و روان شد به لشکرگاه آمده رسید. تا رسیدن لشکرگاه الکی سردار منافقین، سردار تهمتچی ها عبدالله ابن ابیه الکی تهمت در مدینه پاش کرده بود. کی چی تهمت بود؟ عایشه امشب زنا کرد. همراه حسان ابن ثابت که این شاعر پیغمبر بود، همراه مستح ابن اساسه که مادرش خاله ابوبکر بود و همراه حمنه دختر جحش که این خواهر زن پیغمبر بود. 4 نفر
تهمتگرها سرداری را به خود اختیار کردند، باز چند نفرای دیگه داشتند. همگیش فقط یک سخن میگفتند: عایشه زنا کرده است. عایشه درک ندارد. وقتی عایشه میگوید آمدم به رسول اکرم روبرو شدم، رسول الله پرسید چرا شب در کجا بودی؟ گفتم همین خیلی حادثه رخ داد ای حبیبی خدا، گردنمند فراموش کردم. آمدم که شما آمده، در همون جای خواب بودم. سوفان آمد، قسم به خدا به من گپم نزد. مرا به نزد شما صحت و سلامت آورده. روز بود، خدا رحمت کند صاحب تفسیر ابن کثیر و میگوید که یک خالی بودن عایشه از زنا این که همون سوفانی که بالای شتر عایشه را بار کرده آورده بود روز بود، شبم نبود که بسیاری تهمت ها را در شب میکنن آدم باور میکنه. روز بود میگوید. حضرت عایشه میگوید وقتی که حبیب خدا اینها را از من شنید باورم کرد که من صحت و سلامت آمدم، لیکن الکی در وجود پیغمبر خدا تهمت شیناندگی بودن، به گوش پیغمبر خدا هم رسانیدم. عایشه میگوید آمدم به مدینه، زمان رسیدم 1 ماه بیمار شدم. ولی درک ندارد که باید تهمتی بر زنا کردن. تمام مدینه را تهمت فرا گرفته است، عایشه درک ندارد. آدم بیگناه از کجا در پای هیچ کار نیست. لیکن میگوید حبیب خدا هر باری که من بیمار میشدم بسیار در من لطف و مهربانی میکرد. این دفعه در بیماری که شدم از من لطف و مهربانی هاش برداشت، دیگر لطف و مهربانی نمیکرد. خانه من می در آمد فقط میپرسید چگونه هستند، حتی نمیپرسید چه خیل هستی ای عایشه، چگونه هستند. بیرون میشد. عایشه میگوید من تعجب میکردم که این حبیب خدا اینقدر من محبوب زنی او بودم، اینقدر احترام داشتم، چرا برای من لطف و مهربانی ندارد؟ احساس میکردم لیکن در تعجب می آمدم. آخرهای ماه بود که میگوید درست شدم، تنم به درد شد. و ناگاه میگوید مستح، انمون مستحی که فرزند اساسه بود، گویا مادرش خاله ابوبکر بود، بچه خاله ابوبکرم تهمتی به دختر ابوبکر زد. میگوید مادر همین میگوید پیشم آمد و میگوید گفتم ای مادر مستح، خوب میشد که یک قضای حاجت میبرآمدیم. عایشه میگوید از این شب به شب دیگر 1 بار ما قضای حاجت میرفتیم به خاطر کم خوراکی شد. و میگوید در نزد خانه هامون ما حاجت خانه نمی ساختیم مثل عرب های جاهلیت. قضای حاجت ما در صحرا میشکستیم، دور از خانه ها میرفتیم و در دور میشکستیم. این مستح، مادر مستح با من همراهی کرد. وقتی در راه صحرا میرفتیم برای قضای حاجت، به ناگاه میگه چادری دراز داشت، همین مادر مستحی که عایشه را تهمت کرده بود. یکی میگوید پاش در همون چادر پیچید و قریب که به افتیدن بود. در همین حالت افتیدنش همین مادر مستح چی گفت؟ گفت خدا مستح را هلاک کند. عایشه میگوید وقتی شنیدم که مادر در حق فرزند خود دعا کرده ایستاده که خدا مستح را هلاک کند، ناراحت شدم. گفتم ای مادر مستح، آخر مستح اشتراکی جنگ بدر هست، چرا در حق وی دعای بد میکنی؟ گفت ای زن نادان، تو آیا بیدرک هستی که مستح تو را تهمتی به زنا کرده است؟ تو میدانی که همین بچه من تو را تهمتی به زنا کردگی است. عایشه میگوید با شنیدن این سخن موی از بدنم خیز. گفتم چگونه مرا تهمتی بر زنا کردن؟ میگوید یکایک همگی شبد مادر مستح میگوید به من حکایه کرد. عایشه میگوید اثنای راه بود، به جایی که ما قضای حاجت میشکستیم رفتم، قسم به خدا از غم میگوید دیگه قضای حاجت کردن نتوانستم.
از اونجا میگوید برگشتم آمدم به خانه. همان شب میگوید برای من شب نبود، تا روز میگوید گریه کردم، حتی صبح آب اشک چشمم خشک نمیشد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید نزدم آمد، دید که حالم خیلی دیگرگون است. این قدر پرسید که چهل هستند، دیگر چیزی از من نپرسید. و از پیغمبر خدا درخواست کردم ای حبیب خدا اجازت نمیدهی که پیش پدر و مادرم روم. عایشه میگوید برای آن من این اجازت از پیغمبر خواستم که تا که پره این حادثه را از زبان پدر و مادرم شنوم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در جواب عایشه چی گفتن؟ گفتن تو اختیار داری رفتن بگیر. عایشه تماما دگرگون شدم. از جای خود خیستم، خانه پدر و مادرم رفتم. وقتی با مادر خود روبرو شدم گفتم ای مادر عزیز، چی گپ هاست در شأن من؟ در راست من چی گپ هاست؟ میگوید مادرم گریان شد و گفت ای عایشه، هر دختری که اگر زیبا باشد و او در نزد شوهرش محبوب باشد و زن او با شوهری او باز بغیر این زن دیگر زنها داشته باشند، زنهای او در حق این زن محبوب هر سخن میگویند. دخترم بی پروا باش، صبر کن، عاقبت کار بخیر است. گفتم مادر، الحال تمام مدینه را آوازه پخش شده است که من زنا کردم؟ گفت بله. در تمام خانه مدینه الکی تهمت زنای تو صدا میدهد. عایشه میگوید باز همان گریه های شب مرا فرا گرفت، ناراحت شدم، خیلی گریه کردم، آنچنان گریه کردم گفت که قسم به خدا از دم صبح دیگر اشک در چشمهام نماند، چشمها خشک از آب چشم شد. این زمان بود که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حضرت علی را با همراهی حضرت اسامه ابن زید فریاد کرد. گفت ای علی، ای اسامه، من شما را برای مصلحت فریاد زدم. گفت چی مصلحت داری ای حبیبی خدا؟ گفت آیا همین عایشه را سر دهم یا سر ندهم؟ حضرت اسامه گفتند اگر از من پرسی من از پاکی خانه تو خبر میدهم. آن چیزی که بالای خاندان تو تهمت آوردن، خاندان ابوبکر ده آوردن، همگیش ای رسول اکرم تهمت است، من باور ندارم. من فقط پاکی و پاکیزگی و اخلاق حمیده و حیای حضرت عایشه را میدانم و خلاص. حضرت علی گفتند ای حبیب خدا، خدا برای تو زن محدود نکرده است، بگیر دیگر زن. حضرت علی گفتند لیکن خوب می شود که آن خدمتگاری که عایشه دارد سیر و سودای وی از خدمتگارش بپرس، وی همش می داند. رسول اکرم خدمتگار عایشه را فریاد زد، بریره نام داشت. گفت ای بریره، گفت در حق عایشه چی می دانی؟ چی کارهای نادرستی باید میدانی؟ برای من خبر بده. بریره خدمتگار عایشه گفتند ای حبیب خدا، عایشه بسیار دختری خوب است، بسیار دختری نیک است، بسیار دختری پاک دامن است، فقط یک عیب دارد. عیبش امین است که وقتی که خمیر میخیلد در پیش همون خمیر سری خودش میماند، وقتی که خواب میکند گوسفند و مرغا آمده خمیر شکی خورن از خواب بیدار نمی شود. این قدر عیب دارد که این عیب نیست، زیرا که وی جوان دختر است، وقتی خواب کرده نشد. همین قدر عیب شد میدانم و خلاص. رسول اکرم ناراحت شدند. از هر جا صدای فقط نیکی عایشه می آید و خلاص. بالای منبر برآمد، گفت کی مرا در پاکی خانم یاردم میدهد؟
که علیه عبدالله ابن ابیه ابن سلول منافق مبارزه میبرد. کیست؟ میگوید سعد ابن معاذ انصاری که از قبیله خزرجی ها بود، از جاش خیز. گفت پیغمبر خدا من در قبطت میستم، اگر کدام شخصی که از قبیله اوس باشد و تهمت کرده باشد قسم به خدا گو گردنش میزنم. بناگاه از بین قوم سعد ابن عباده خیز. گفت ای سعد ابن معاذ تو دروغ گفتی، تو کشته نمیتوانی. گفت بچه عمکی سعد ابن معاذ از جاش خیز و پشتیبانی و یک کرد. یک غلغله مسجد صدا گرفت، فرا گرفت. رسول اکرم که زنده و حیات بودند این غلغله را پس کردند. قریب بود که بین این دو قبیله اوس و خزرج جنگ و کشتار برپا میشد. این زمان حبیب خدا از منبر پایان شد و خانه عایشه را. عایشه همراه یک زن دیگر و پدر و مادرش در خانه نشسته بود. حبیب خدا گفت ای عایشه، گفت من از تو سؤال دارم، اگر در این کار بد دست زده باشی به سوی خدا توبه کن، خدا تو را میبخشد. لیکن اگر پاک باشی پاکی تو را خداوند برای من خبر میدهد. عایشه میگوید از این سخن پیغمبر خدا آنقدر پر تأثیر شدم که به مادرم اشاره کردم که جواب سخن پیغمبر را بگوید. مادرم گفت من چیزی گفتن نمیتوانم. پدرم اشاره کردم در جواب سخن پیغمبر چیزی بگوید. گفتن به خدا قسم ما دلاور نمیشیم در جواب پیغمبر خدا چیزی بگوییم. عایشه گفتن من پاسخی رسول اکرم میدهم. من گفتن دختری جوانم، نه اونقدر قرآن زیاد خواندم، لیکن ای حبیب خدا اگر الحال من میدانم که از تهمت است، میدانم که پاک هستم و روز از روزا خداوند پاکی مرا برای تو خبر میدهد، لیکن اگر الحال گویم که من پاک هستم و خدا میداند که من پاک هستم، گویم پاک هستم، تو باور نمیکنی. لیکن اگر گویم که من بر همین زنا رفتگی هستم، این جنایت کردم، حالا که خدا میداند که من پاک هستم، ای حبیب خدا تو باور میکنی. این سخن گفتم ناراحت شدم. در پهلوک میگوید بستر خوابم بود، همون بالش تا نزدیک کشیدم، سرم گذاشتم و خواب کردم. پیغمبر خدا از جاش ناخیسته، پدر و مادرم از جاش ناخیسته که یک لرزه پیغمبر خدا را فرا گرفت. این نزول وحی بود، پایان آمدن جبرائیل بود. همین زمان بود که میگوید پیغمبر خدا را لرزه فرا گرفت. دانستم که وحی از آسمان به پیغمبر آمده ایستاده است. لیکن عایشه میگوید من خودم را آنقدر پس میشماریدم که قسم به خدا فکر نمی کردم که برای پاکیزگی من، برای این پاکی من 14 آیت از آسمان پایان شود که تا روز قیامت مسلمان ها در نمازش اینا تلاوت کنند. اینا گو من باور نمی کردم. فقط فکر میکردم که در یگان خواب پیغمبر شاید که پاکی من برای اون خبر داده شود و بعد. لیکن وقتی پیغمبر خدا میگه از لرزه فرا آرام شدم، نگاه کردم که یک تبسم و خنده چهره پیغمبر فرا گرفت و گفت، اولین سخن بود این که گفت عایشه خدا تو را رحمت و مغفرت کند، الحال 14 آیت از آسمان برای پاکی تو نازل شد. خداوند 14 آیت پایان کرد که عایشه پاک است. این حادثه ای که بالای او فرا گرفت، این غم و دقتی که او را روبرو کردند، این همگیش تهمت بود. پدر ابوبکر، مادر ابوبکر آنچنان خرسند شدند و مادر عایشه میگوید عایشه را چی گفتند؟ خیز از جا گفتن عایشه گفتند خیز برای خدمت پیغمبر خدا پیغمبر تشکر بگو. لیکن عایشه مادر ما چی گفتن؟ عجیب سخن گفتن والله لا اقوم الیه، قسم به خدا پیش پیغمبر نمیخیزم. گفت
او را تشکر نمیگم، ولکن احمد الله عز وجل، ولیکن حمد خدا را میگم، ستایش پروردگار را میگم که برای یک عایشه از 7 طبقه آسمان آیت نازل کرد که تا روز قیامت بندگان خدا این آیت میخوانند. من حمد و ستایش پروردگار را میگویم. مستح که بچه خاله ابوبکر بود، یکی از اعضاهای تهمتگران بود. ابوبکر از جای خود خیست و گفت دیگر خاندان مستح را ابوبکر تأمین میکرد. گفت مستح به خاطر که تو ما را در رنج گذاشتی دیگر تو از نفقه محروم شدی، من خاندان تو را دیگر تأمین نمیکنم. لیکن در برابر همین آیت ها آیت نازل شد که آن توانگرهایی که فقیرها را تأمین از نفقه میکردند برای این کار بده که اونها کردند نفقه را از اونها باز ندارند. این خاص در باب ابوبکر بود. ابوبکر میگوید وقتی اینو شنید گفت قسم به خدا، گفت مستح برای این کار بده که تو کردی من تو را مغفرت میکنم و نفقه تو را به خاندانت میرسانم. ببینید این تهمتی که نسبت عایشه کردند به خاطر که آبروی عایشه را ریزانند، به خاطر که آبروی ابوبکر را ریزانند، لکن چی شد؟ به خیر انجام یافت. لکن الله پشتیبانی از عایشه و پشتیبانی از خاندان ابوبکر کرد. از این دیگر شرف و منزلت میشه. حبیب خدا گفتند اجتنبوا 7 الموبقات، بنده های خدا از 7 چیزی که شما را هلاک میکند دور ایستید. گفتند چیست؟ قالوا و ما هن، چیست ای پیغمبر 7 چیز چیست؟ گفت الشرک بالله، یکم شرکی به خدا نیارید. انشاءالله من این شرک برای شما یک موضوع کلام میکنم. شرک به خدا نیارید. دوم و سحر، جادوگری نکنید. امروز پایتخت تاجیکستان دوشنبه را فالبین ها اشغال کردند، جادوگرها اشغال کردند. مردم تمامش وظیفت میفاره پیش فالبین میرای، کشایش کارت میفاره پیش فالبین میرای، از درد خلاص شدن پیش فالبین میروند. این مصیبت است، این بسیار مصیبت است. من اتا کاهنا او عرافا فصدق بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد علیه السلام. کسی پیش یک فالبین می رود، ولی امروز زنکا را می بینیم اکثرا زن هاست. برای چی می روی؟ برای دهن سرخ دامن بستن. برای چی است؟ برای دلگرمی شوهر است. دلگرمی شوهر خدمت است. والله که نه جادوگر کارت کرده میتواند، نه شیخ، نه ملا. تا زمانی که تو خدمت شوهر را نمیکنی دل شوهر هیچ وقت گرم به سوی تو نمیشود. دلگرمی، دلخنکی همه به فالبین ها حواله. حبیب خدا کسی پیش یک فالبین می رود، پیش یک جادوگر می رود، باور میکند آن چیزی که وی میگوید به تحقیق کافر شده است به آن قرآنی که بر محمد نازل شده است. تو دیگر خانه حلال نداری، تو زن حلال نداری، تو نکاح حلال نداری. یک جوگی خانه ما و شما میاد، دستی ما و شما را میگیرد، ما و شما را فال میبینند. ما مردم مسلمان به عقیده فال او را گوش میکنیم. هلاک میشوید. 7 چیزی است که شما را هلاک میکند. پیغمبر خدا گفت یک تا شرک به خدا، دوم جادوگر است، فالبین است، بینک است. و آخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمین. انشاءالله من این 7 طبقه که 7 کسانی که هلاک شونده هستند اینا را باز یک کم ترک برای شما مفصلتر جمعه گذشته بیان میکنم و بعضی از قصه های ابوبکر نسبت در خلافت چگونه برآمد. ولی اطراف خلافت او هم جنگ و جوش است، اختلاف ها هست. بعضی ها امروز دعوا میکنند که ارزنده جای ابوبکر علی بود، چرا علی نشد ابوبکر جای او شد؟
من انشاءالله جمعه آینده از روی حدیث های صحیح بخاری برای شما این قصه هاش هم انشاءالله بیان میکنم که آیا ارزنده بعد پیغمبر خدا حضرت ابوبکر بود یا عمر یا عثمان یا علی؟ کدام اینا ارزنده بودن؟ انشاءالله جمعه آینده صحت و سلامت باشم آینده این قصه ها را برای شما بیان میکنم. همش به خاطر است که شما بیدار شوین که اینا دوستان خدا، اینا خدمتگارن، اینا دشمن نیستن. خب یک مادر حاجیه 2 ماه نفقه خود را برای ساختمان مسجد آورده است. در حق فرزندان و نبیره‌اش که طالب علم خارجه هستند دعا خواسته است. برادر دولت علی اینجا یک مبلغ دادند. یک برادر مادر و 2 فرزندم بیمار است، گفته دعا خواسته. ساختمانچی های سنتوده از شما دعا خواستند. ساختمانچی های مسجد حاجی سفرعلی و استاد شریف، برادر خورشید، حاجی شاهین دعا خواستند. داملا جمال الدین برای جای نماز قالین آوردند، دعا کنید. یک برادر مادرش بیمار است، دعا کنید گفتند. بابای گریز که در این محله بود نامش تغییر دادیم، عبدالله